ترجیح میدی یه شب با این باشی یا با این؟ خوش اومدی. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه عزیزان دل من. امروز میخوایم چیکار کنیم؟ امروز میخوایم یک سری ویدیوهایی رو ببینیم که به شما میگه ترجیح میدی که این کارو بکنی، این کار، یا ترجیح میدی که این کارو بکنی. خیلی جالبه و ما باید انتخاب کنیم. شما و من قراره که انتخاب کنیم. من اینجا انتخاب میکنم، شما توی خونه خودتون انجام بدید و انتخاب بکنید. خب پس گوه زیاد دیگه نخوریم، بریم سراغ ویدیو. میگه که $1,000,000 بهت بدم یا اینکه شیر یا خط بکنی و $1,000,000,000 برنده بشی. خب ببین خیلی سخته، لاموسن سخت شروع شد. خب من که باشم، خب من باشم $1,000,000 رو میگیرم، چون ببین من با $1,000,000 میتونم $1,000,000,000 درست کنم. خب اما $1,000,000,000 میشه چجوری؟ تو یه آفر خیلی خوب بهت خورده، بعد یه شیر یا خط میکنی نمیگیری، بگا میری بدبخت میشی. پس ما $1,000,000 انتخاب میکنیم. شما چی انتخاب کردید؟ ببینیم اصلا. بعد اینجا مثلا میتونیم ببینیم که بقیه هم چجوری انتخاب کردن. $1,000,000,000. اوه 89% زدن بابا. $1,000,000 ما رو بدین ما بریم بلمون کن. 11% ریسکی بودن، گفتن الکی دیگه. ولی بدون واقعا میگم اگر واقعی بود همچین داستانی، همون 11% هم این ریسکو میگه که بیخیال یوتیوب بشی و دیگه ازش استفاده نکنی، یا بیخیال نتفلیکس بشی و ازش استفاده نکنی. من آلردی کاری با نتفلیکس ندارم، هرچی میخوام دانلود میکنم و کلا میدونی شامل ما ایرانیا نمیشه و یوتیوب انتخاب میکنم 100% گیواب. نه یعنی گیواب نتفلیکس رو انتخاب نمیکنم. و آره دیگه فکر کنم بقیه هم همینطورم. بذار ببینیم. اوه 63% انتخاب کردن که نتفلیکس رو ول کنم، 37% گفتن که یوتیوب رو ول کنیم. خب میگم نتفلیکس Or summer. اینجوری خاصی نیست. یوتیوب مثلا خدا وینتر اور سامر یعنی زمستون یا تابستون. شما کدومو انتخاب میکنی؟ من که زمستون 100%. من کلا زمستون. توف تو تابستون گرمه، من نمیره تو کچم که یک کتم. اوه میگه که همه چیزو سیاه‌سفید ببینی یا همه چیزو بلور ببینی، یعنی تار ببینی. این بده. ببین نگفته که با عینک ها اینا درست میشه، یعنی تار دیگه، هر کاری بکنی تار میبینی. من 100% سفید و سیاه رو ترجیح میدم که هیچی ها نتونی ببینی. خیلی بده تار ببینی همه چی، اصلا حال نمیده. میگم بابا 91% گفتن چیز، اون 9% هم یا بیامونی اصلا کلا آلودی تار میدیدن که دیگه گفتن آجی اش. میگه که خونه رویاهاتو بگیری یا ماشین رویاهاتو بگیری. من که 100% خونه رویاهامو. ببین خونه رویاهاتو بگیری یا میبینی مثلا یه خونه $10,000,000 پسندیدی، ماشین رویاهات مطمئنا خیلی پایین تر از این صحبت هست. خب $10,000,000 ماشین که نداریم، داریم ولی خب نمیری که اونو بگیری. آره من خونه رویاهام. میگم بابا خونه رویاها اصلا عشقه. Clothes on. میگه که همیشه جورابات خیس باشه که میپوشیشون، یا همیشه با لباس بری زیر دوش و اینا. ببین من واقعا جورابو نمیتونم تحمل کنم. جوراب اصلا نکبته وقت خیس میشه، یعنی اصلا حالت از این دنیا به هم میخوره. جدی بهت میگم من حاضرم که با لباس برم ولی با جوراب نرم. یعنی هر جفتش نکبته ها، ولی خب دیگه بین بد و بدتر باید انتخاب کنیم. 4% حاضر بودن جورابشون خیس بشه. ببین چقدر این نکبته. میگه که یه مشت از مایک تایسون بخوری و یا اینکه یه کیک از
داشمون مردم، زبونم رفت. یا اینکه یه از ابس بخوریم 100%. ببین حاضر از مایک تایسون بخورم. ببین مایک تایسون به هر حال آدمه. خب حالا هر چی هم اصلا عجوبه یه بوکس هم هستا، ولی اسب هر چی که باشه قدرت بدنیش بیشتر از یه انسانه. خب 100%. از اسب بخوره به قفسه سینت بخوره به کلت همش میشینه، میمیری. یادت اگرم بلند شدی یادت نمیاد تو کی هستی، کیستی. نه از مایک تایسون به 91% هم گفتن مایک تایسون بزنه. آخه اسب میزنه میکشت تو. این که عشق بی پایان دافیه، نه یعنی عشق به یک پارتنر بی پایان، عشق بی پایان داشته باشی یا پول بی نهایت. عشق چیه بابا؟ پول، مانی، کش. اوکی پس من که پول رو انتخاب میکنم. Unlimited love or unlimited money. دیوره قربت برم. یعنی مردم اینقدر عاشق و دمتون گرم خدا وکیلی 34% گفتن پول. من که باشم که پول. این میگه که همیشه دما 40 درجه باشه اگه اشتباه نکنم، یا اینکه همیشه دما 10 درجه باشه. من که میگم 10 درجه. من هرچی سردتر باشه اوکی ترم. گرما رو خیلی بد تحمل میکنم. میگه که همیشه تا آخر عمر یه هرچی جون داری سینگل باشی، یا اینکه برگردی به اکست، یعنی با اکست ازدواج کنی، نه برگردی ازدواج کنی با اکست. من مشکل ندارم با اکست ازدواج کنم. آلردی هم یعنی دشواری برام ایجاد نمیکنه. 16% کلن حاضر بودن چیز باشم با سینگلی در به داغونه. والا بابا خدا. یه کشتی تفریحی داشته باشی یا یه ویلای خفن. من کشتی تفریحی. خدای کشتی تفریحی کیه اصلا؟ از این کشتی تفریحی اصلا یه زندگی دیگه است. عمرن من میام ویلا رو انتخاب کنم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تونسته باشید که یک مقدار سرگرم شده باشید و از استرس های دنیای واقعی فاصله گرفته باشید برای چند دقیقه. و همین دیگه. اگه خوشتون اومد که لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید اگر نکردید، و اگر نظری ایده‌ای دارید داخل کامنت برام بنویسید. و همین دیگه. قربان شما. انتقادم داشتی بنویسید، فوش ننویسید تا جایی که میشه، ولی بقیه‌شو بنویسید. قربان شما. خدا نگهدار.